سلام دوستان، میناله هستم با یه ویدیو جدید خوش اومدین. امروز بالاخره بعد 2 ماه برگشتم. بریم سراغ ویدیو. چرا میخوام پیج من بزنم دیگه. پیج اولین پیج و کار هنری خود من همینه انشالله. ای کی بزنم زمان اولین پیج هم من کلا این شوتر هم دیگه. بابام مرد ارسسی اصلا استودیو بام دادم. بعد رفتم چی داروش اینا. این داروش خیلی عوض شده. داشت میگم به مولا اگه داروش سالم باشه داشت به مولا خیلی باش میچرخم. من نمیتونم جای داروش داشت من به مولا خودم تو کمرم بودم ترک کردم دیگه. داشت 6 به اون تو جاردی برام. ولی خب الان کستخواد به مولا این آفتاب میگی دیگه رنگه میدم. الان یه چیز دیگه میبینم. یه آدم دیگه شدم. الان آفتاب میبینی، یه لن دیده میبینم. نور خورشید رو میبینی آبیه، مواد پلس ضرر نداره. نظر من اینه داشت ما لایف استایل طرف موزیکو داریم. بعد این همه آدم دارن نگاه میکنن. ممنونم نگاه میکنن. خیلی داشت ما با یه لپتاپ کلیت تازه داریم. بعد به مورد داشت من استادیومم اوکی میکنم. بابام که فوت کرده استادیوم اوکی کنیم تمام. نه استادیو که من دارم داداش دیگه. خب تمام یه استادیو خفن هستم. دقیقاً اینا باید واقعا بفهمن که مثلا ترپ چیه. مثلا یارو میاد میگه مثلا چی ترپ استایل چی میگفت تو اینستا شده استریت استایل چیه اومدی گفتی؟ مثلا مردم هم فهم میکنن استایل چیه؟ استریت استایل یعنی که بابا. نه هوبی موبی نیستش. استریت استایل یعنی که من پسر خیابونم، لباسم هم خیابونیه. آیا اون لباس خیابونی مفید؟ لباس خیابونی Cut my crack with my nail, wait a bit. دیدین؟ لگدمون تر. یعنی خود چیکار کنه استفاده راه میرن لگد میفن. یعنی چی شد؟ چرا باید مثلا به یه استایلی که خودمون دوست داریم بزنیم باید بی‌احترامی؟ داشت نظر من اینه. سر استایل نظر من چرا؟ چون الان رفتیم نو خیابونی و کسی همچین لباس خیابونی نمیپوشه. کیست خیابونی؟ اینه برای خود زندگی کن. نه انقدر بزرگ میبینم که کوچیک ببینم، نه انقدر کوچیک بزرگ ببینم. این آبی که میبینین نه اینقدر بزرگش کوچیک دیده بشه، نه اینقدر کوچیکش بزرگ دیده بشه. بهترین بازیکن جهان چیست؟ 3 تا حدس بزنید. تمام شده و رفت. قرار نیست که به من نظر بده. من قرار نیست زندگی رو نظر داشته باشم. هر کسی برای خودش زندگی کنه. احترام داشته باشید میشه بهش. احترام بذار احترام برام سوال این بود. الان تو ایران افتخار میکنیم. آره ایران پرچمش بالا. کشورمون داشت. من عاشق ایرانم. جواب سوالم گرفتم. میدونی نمیتونم بخونم. الان اینا رو رفتن استودیو ولی من تو ندیم اینا رو رفت کنه. بچه یه ویدیو دیده خدا نگهدار.